جایگاه پرسپولیس 10% ورزشگاه، این جایگاه مهمان ماست و حق نداره 10 تا عوامل گذاشتن برای این بازی که این دوستان رو بیارن داخل. این آقایون باید برن بیرون، قدمشون روی چشم. ولی خب آقای رفعتی میگه یگان فرستاد داخل، به من ربطی نداره کی فرستاد داخل. اینجا جایگاه هوادار ماست، جایگاه مهمون ویژه ماست و باید خالی بشه. خودمون اگه بخوایم گول بزنیم ایراد نداره، ولی کانفدراسیون میدونه. من به شما اطلاع میدم که بیشتر از اینا میدونم. منم قبول نمیکردم که رسول استادیوم داره، چون ما یه قسم خوردیم گفتیم این کار باید درست انجام بشه. ما 10 نفریم، از این 10 نفر 9 نفر رأی دادن که استقلال نباشه. ولی من گفتم استقلال باید باشه. چرا استقلال نباشه؟ من رأی مخالف اونای دیگه دارم. من استقلال رو پذیرفتم برای حضور در مسابقات آسیا. 9 نفر نپذیرفتن. توجه میکنید؟ من میگم اگر نیست برای استقلال هم نیست، برای پرسپولیس، برای همه باشگاه ها نیست. ولی اگه هست چطور برای پرسپولیس شما قبول میکنین این استادیوم مالیشو برای استقلال قبول میکنین؟ سوال خیلی ها هستش این سال قبل اصلا اون کمیته صدور مجوز حرفه‌ای ما تعلیق شد از طرف اف یعنی از خارج. خود اف گفت که آقا شما چیکار کردید؟ چون ما اطلاعات غلط میدادیم به صرف اینکه مثلا کمک کنیم به فوتبال یا یه باشگاهی و واقعا این اشتباه بود. یعنی ما این شاید این آوانس به باشگاه خودمون میدادیم، ولی خب اف هم رصد میکنه این چیزا رو، هم فیفا هم اف فوتبال کشورها رو رصد میکنه. بعض خیلی به قول اون اطلاعاتی که ما میدادیم رو ایراد گرفت. ما نزدیک 300,000 دلار جریمه نقدی شد فدراسیون فوتبال. فدراسیون فوتبال و جریمه 9 میلیاردی که باید پرداخت بشه، البته با دلاری که حالا دوستان حساب کردن فعلا میشه 9 میلیارد تومان. عدد 185,000 دلاره. AFC نامه فرستاده گفته جریمه شدید به خاطر رعایت نکردن سری از مقررات در مورد مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها. آره. که حالا صداقت نداشتن، جریمه شدن. 2021 هم 120,000 دلار جریمه شده بودن، 80,000 توش دادن، 40,000 تا دیگه هم به صورت خودکار الان دیگه فعال شده و باید پرداخت کنه. وقتی اشتباهات داوری همیشه به ضرر یک تیم و همیشه به سود تیم‌های دیگه میشه، شما خودتون رو بذارید جای اون هوادار تیم استقلال. چقدر من بهش بگم اشتباهات داوری جزئی فوتباله، باور نمیکنه. میگه چرا اشتباهات داوری همیشه وقتی به ضرر ماست جزئی از فوتباله. یک نکته در رابطه با صحنه مشکوک به آفساید دقیقه 73 میخواستم خدمتتون عرض کنم که دردی نیست که اصلا این صحنه آفساید بود یا نبود. به نظر من درد یه مقدار عمیق‌تر در داوری و اینکه چرا همین کمک داور در نیمه اول دقیقه 3 بازی یک صحنه به مراتب آسان‌تر از این رو آفساید میگیره. چرا کمک داوران و داوران ما یه رفتاری، یه نواختی تو قضاوتشون نسبت به تیم‌های مختلف ندارن؟ دوستان عزیز به دقت تصویر پایین رو ببینید. اگه این حرکت کارت زرد داشت باید تصویر بالایی حداقل 5 بازی محروم میشد. اصلا این بحث میزبانی بازی پرسپولیس و پیکان هم خیلی قصه داشت. ما سر بازی پرسپولیس بهش میرسیم. به نظرم یه جور عجیبی در واقع کار پیش رفت که اصلا طبیعی نبود و قشنگ نبود برای لیگ حرفه‌ای. ولی باشگاه شما هم بیانیه دادن صحبت که به شدید مدیر عامل که اصلا شدید مصاحبه کرد علیه سازمان لیگ و علیه دو تا باشگاه و اینها. مسئله دیگه هم که حالا می‌خواستم سوال کنم این که چطور تیمی سالهای قبل بازی رفت و برگشتش رو تو ورزشگاه آزادی با تماشاچی انجام میده، ولی تیم استقلال مظلوم الان باید بره تو دستگردی بدون تماشاچی، بدون تنها پشتیبانش باید اونجا بازی کنه. بفرما. بله. سلام علیکم، عرض ادب، ارادت، خاکساری و خاک تو سری رئیس باشگاه عزیز ما که در مقابل همه باشگاه ها من سر تعظیم فرود بیارم، همشون مساوی هستند، شما هم مساوی تر. بیجا کردیم، قصور از ما بوده، داورا کارت زیاد دادن به شما، بیجا کردن. 2 هفته دیگه دربی دارین، ای خاک برسم. نباید اینجوری میشد. ما هفته بعد و برای اینکه چینی نازک تنهاییتون نشکنه هفته بدون کارت نامگذاری میکنیم. برین حال میزبان اشکال نداره، نه شما نباید زیاد مهمان شید. اصلا ما میگیم اونا بیان خدمت شما از این به بعد. چند تا بازی مونده تتمش اونا بیان. این نشون میده شما مهمان نواز هم هستید، کاپ اخلاقی هم هست. تغییر دیدن دوستان، تقدیم حضورتون میشه آخر فصل. الهی فداتون شم. 2 تا کاپ حالا حزمی هم که بگیرید که میشه 3 کاپ. 1 کاپ 2 کاپ دیوید 3 کاپ. شماتون با باشگاه پیکانه، یعنی شما میزبانی یک تیمو نمیتونید داشته باشین.
اگه نمیتونین داشته باشین باید تیمداری نکنین. اگر میتونین داشته باشین حتما یه اتفاقی داره میفته. من چند سال پیشم گفتم، الانش هم میگم، یه جام بدیم به تیم، یه گروه، یه تیم، همه دوست دارن. این حرف دل همه تیماست. تیم سپاهان، تیم استقلال مظلوم واقع شدن، هواداراشون. اجازه بدین. تیم سپاهان با اون مدیریت قویش، با اون هواداره قویش نباید اسیر این مسائل بشه. با استقلال چرا باید اینو در زمین، چرا پیروزی باید اینجا بازی کنه؟ سوال ما رو جواب بدین. من فکر میکنم که این اتفاق در فوتبال ما داره میفته و فاجعه است. یه جام بدین بهشون، به خدا بقیه تیم‌ها هم برید تک تک با مدیرانشون صحبت کنید، حاضرن با هم رقابت سالم بکنیم. ببینید یه اشتباهی داوری، ببینید اگر الان استقلال دیروز در کورس قهرمانی قرار گرفته بود، اون گلی که آفساید بود شد، استقلال نتیجه گرفت و الان بازم تو کورس بود. یا بازی سپاهان یا بازی با مثلا شما نگاه کنید بازی با سپاهان، پنالتی که رو امید نورافکن انجام شد، اگر گرفت نمیشد خب سپاهان شاید نتیجه رو به دست می آورد و هنوزم صدر جدول. به نظر من یه مقدار کمیته داوران، من میگم که آقای سلسله، حالا شما چون در همه تیم حضور داشتین، تیم‌های بزرگی هم بودن، من میگم منطق این چیزیه که باید هفته پایانی باید همزمان برگزار میشد. بعد حالا اگر می‌خواستن با تماشاگر برگزار کنن، به قول شما میتونستن که مثلا با 10% تو دستگیری برگزار کنن. اما این که بیایم بگیم که همه چی به نفع پرسپولیس، به نظرم اینم منطقی نیست. بعد بگیم سازمان لیگ مقصر، یعنی ضعف سازمان لیگ. یک گروه، یه مجموعه باعث میشه که مخاطب این احساس رو داشته باشه. شما ببینید اگر الان این اتفاق برای تیم سپاهان یا برای استقلال افتاده بود، آیا به نظر شما هوادار یا باشگاه خود پرسپولیس این اعتراض رو میکردن یا نه؟ بله. به همون جای تعجب داره که چرا بعضی از باشگاه‌ها فکر میکنن که فراقانونی هستن و هیچ موقع شامل قانون نمیشن و خیلی قشنگ قانون رو به تمسخر و استهزا میگیرن. در هفته پیش این مصاحبه‌ها شروع شد، بازم دوباره یک بار دیگه تکرار کردن، به بیانیه در قالب استورینا شروع شد. متاسفانه دیدیم که هیچ واکنشی از قانونگذار نشد. ما انتظار داریم قانون فقط برای تیم‌های شهرستانی یا تیم‌های کم طرفدار نباشه و قانون برای همه اجرا بشه. به سود رقیبمونه. مثلا دیروز آقای رجوی صحبت کرد. من فکر کنم از سال 1400 قهرمان شدیم، در همون زمان درخواست کردم حداقل یک تیم کارشناسی بی‌طرف که وابستگی نداشته باشه حداقل بیاد سه فصل اخیر رو بررسی بکنه، ببینیم کدوم تیمه که در کلیه فصول از داوری‌ها منتفع میشه و کدوم تیم‌ها هستن که متضرر میشن. اونطوری که شما نگاه کنید قرار بود بازی‌ها همزمان برگزار بشه، درسته؟ آقای درویش مصاحبه کردن گفتن چی؟ گفتن ما به هیچ وجه با پیکان بازی نمی‌کنیم. گفتن باید تماشاگرامون باشن. تماشاگرامون نباشه. خب ببینید اینا باعث میشه که شایبه بازی اینجا برگزار شد. واقعا ما اول ورزشگاه انقلاب کرج رو معرفی کرده بودیم که خب نشد اونجا بازی کنیم، سپس ما ورزشگاه پاس قوانین رو معرفی کردیم، اونجا هم نشد بازی بکنیم و دیگه استادیومی وجود نداره توی. میدونید چی به نظرم غیر منصفانه بود؟ اینکه بازی تو ورزشگاه آزادی برگزار شد، نه تو خونه پیکان. نمیدونم دلیلش چی بود، اما به نظرم عادلانه نبود. اون بازی جزء بازی‌های حساس ته فصل بود و نتیجهش تو سرنوشت لیگ خیلی تاثیر داشت. منصفانه نبود که مسابقه تو زمینی برگزار بشه که همه بازی‌های خونگی پرسپولیس اونجا برگزار میشه. اگر بازی استقلال با پیکان بود در ورزشگاه آزادی، مطمئن باشید هوادارهای پرسپولیس می اومدن اعتراض میکردن. هواداری سپاهان، ببینید کاری که سازمان لیگ انجام داده به نظر من باید عدالت رعایت بشه. این عدالت چی بود؟ عدالت یعنی که تو دستگیری بدون تماشاگر باشه؟ نه عدالت این بود شما زمانی که تیم میزبان هستش 90% ورزشگاه برای میزبانه، 10% برای مهمان. به نظر من با 10% تماشاچی میشد در ورزشگاه انقلاب کرج، در ورزشگاه دستگیری یا در شهر دیگه. خب سازمان لیگ میگه که شورای تامین گفت. شورای تامین، ولی خب 10% تماشاچی. ورزشگاه آزادی ببینید ورزشگاه آزادی شاید بیان 10% به پرسپولیس بدن، الان سازمان لیگ بیاد بگه 10%، ولی ورزشگاه آزادی ورزشگاه خانگی پرسپولیسه، ورزشگاه خانگی استقلاله. ببینید خب ما باید شما میگید که با اون 10% میشه تو دستگیری رو برگزار کرد. ببینید واقعیت اینه که ببینید 1 ساعت عدالت بهتر از 1 سال عبادت. الان چی شد؟ الان تیم رقیب ما یک بازی خونگی بیشتر از ما انجام داد. با تماشاگر که رفت تو قزوین، با تماشاگر کل استادیوم تماشاگرای رقیب ما بودن. اونم موافقت باشگاه پیکان رو داشت. بله نامه داشت. ببینید سازمان لیگ موافقت کرد. سازمان
پیکان که نگو با تماشاگر برگزار بشه. میخوام بگم نکتهش باشگاه پیکانه. پیکان میگه من اوکی دادم. متوجه شما؟ ببینید ولی اینجا میگه من گفتم نه. خب یعنی شما فرما شما به این شکل، یعنی از سال بعد استقلال خوزستان بیاد بگه استقلال تهران من 2 تا بازی رو با تو میام آزادی میکنم، اما با رقبای تو باید پاشم بیان اهواز بازی کنن. آیا قبول میکنید شما؟ تو اصلا منطقی نیست. دقیقاً، چون برابری و همسانسازی مسابقات رو که اصول اصلی مسابقات به هم